دوستان گرامی سلام، امیدوارم خوب و صحتمند و سر حال باشین. خبرهای خوب و تازه و کاغذ پیچ از ویزای بشردوستانه برزیل داریم و خصوصا این خبر برای کسایی که تا به حال با ویزای بشردوستانه برزیل درخواست ندادن و همچنین کسایی که درخواست دادن هنوز تاریخ اینترویو اینا مشخص و معلوم نشده. خیلی خبر خوب و امیدوار کننده هست که در ادامه ویدیو روی ایما میپردازیم. اولین خبر خیلی خوب دوستای از تمدید ویزای برزیل هست، گرچه این موضوعی که ما امروز شما شریک میکنم از طریق سایت سفارت برزیل هنوز نشر نشده. دوستا و همکارای ما که با سفارت برزیل در تهران صحبت کرده این موضوعات کارمندا و کسایی که در سفارت برزیل در تهران هست اینا شریک کردن امروز دوستای ما. اولین خبر راجع به تمدید ویزا هست. گفته از ویزای بشردوستانه برزیل صدور ویزا تا 2026 تمدید شده، یعنی 2024 تقریبا ما شما هستیم 2 سال دیگه هم تمدید شده تا 2026 صدور ویزا صورت میگیره برای کسایی که متقاضی و خصوصا کسایی که از افغانستان هست و متقاضیان ویزای بشردوستانه برزیل از افغانستان. و همچنین دوستای خبر دوم که خیلی خوب هست که خیلی دوستای ما سوال هم کرده بودن که دقیقاً چی مقدار ویزا هنوز از سال 2022 باقی مانده، چی تعداد کسا هنوز اینترویو داده، چی تعداد کسا هنوز ویزا گرفته و همچنین چی تعداد از کسایی که درخواست داده بودن هنوز باقی مانده و نوبت برای کسایی که جدید درخواست بده چی وقت میرسه. گبی دوستایی که دقیق هست موثق هست تا حالا 5000 درخواست دهنده سال 2022 برای اینترویو باقی مانده که هم مثلا سفارت نهایت خیلی طول بکشه، یک و نیم ماه الی 2 ماه ای هم تمام میشه و انشالله که مرحله دوم و دور دوم برای صدور ویزا و برای ثبت نام جدید آغاز شود. و موضوع سوم هم خبر خیلی خوب هست، سریع شدن صدور ویزا و سرعت بر کار صدور ویزا از طرف سفارت برزیل در تهران صورت میگیره که هم همراه دوستا و همکارای ما شریک کردن، افرادی که در سفارت برزیل در تهران همکاری میکنن و کار میکردن. و موضوع چهارم دوستای عزیز، مراحل ثبت نام شما باید از طریق لپتاپ و کامپیوتر به شکل معیاری و درست انجام بدین، چون دلیلی که لپتاپ داشته باشین هم اسناد خود شما بسیار به شکل دقیق واضح و مرتب میتونین که سورت بکنین و هم اندازه عکس و امضایی که شما در سایت برزیل اضافه میکنین دقیقاً سایزی هست که قبل از طرف سفارت تعیین شده که شما باید مطابق با این سایز عکستان درست بکنین، مطابق با این سایز و این حجم باید شما امضایتان اضافه بکنین. و دلیلی که دوستای زیاد تاکید شده روی که از طرف خود سایت زمان شما سایت اگر باز کرده باشین مراحل ثبت نام انجام داده باشین در ورق اول سایت نوشته است که اخوانه پوری فرم باید از طریق لپتاپ یا کامپیوتر صورت بگیره. این بود از موضوعات ما فکر کردم مهم هست تا همراه شما از آن هم شریک بکنم.